درود بچه ها، خوش اومد به یه ویدیو دیگه. من پارسام و امروز اومدیم چیکار بکنیم؟ امروز اومدیم که بریم برای اولین بار تو چنل بریم پرکتیس پی پی تیرکس ماین و فشار بکنیم کلی، چون که من واقعا پی 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 خوب نیست. بریم اولین مچ سوممون رو بزنیم. دی پی اس نسبتا اوکی هم دارم میگم، بالا براتون گذاشتم که باشه. و نظری ندارم راجع به پی وی پی خودم. و کمبارم کنار براتون نوشتم، بزن یکم بزرگترش بکنم. اوکی درست شد. درگم بلدم ولی استفادهش نکنم، یه بیت فایتمون نشه. الان موقع ادیته و نمیدونم چرا اینو گذاشتم و فقط گذاشتم که حال کنین. آره مارتین منو زد. مارتین الا پاپچی. این TNT سومو هم بدی نیست، ولی من خودم زیاد باش حال نمی کنم، چون که واقعا ساده است. یعنی یه تریکی داره که تو یادش بگیری دیگه میتونی کل مچه رو وین بگیری، کل مچه رو وین بگیری. برمی ساده البته یکم باید رندر دیستنس همونو بیشتر بکنیم. بیت فایت من خیلی توی بیت فایت بدم، یعنی اصلا عجیب بدم توی بیت فایت. آخ باشم میخوره. از این آدمای بدم میاد اینقدر که میگن یا باید هر دومون بیفتیم یا هیچکی نیفته یا من برم بشم. نوبستگ فورتنایت پلیر رو ببین چه وضع بازی کردن خدایی. نگاه کن تو بیت فایت، یعنی هر کاری میکنن که فقط وین بگیرن. قشنگ این اسکوید گیمه به مولا. میبینی آخه چیکار میکنه؟ خودشو باکس کرد. یا فایت تو بده دیگه نوح سگ. نگاه آخرش هم اینطوری میکشه. من مثلا نمیتونه که موسم اگه میخوای موس CW اونیکوما 105 هست که حالا خواستین همه چیشو قیمت و مشخصاتشون رو براتون توی یه ویدیو شورت جداگونه میگم. فویبال فایت نمایشی باشه و نمایشی رید. متاسفم سی پی اس رو نه خدایی سی پی اس رو ببین. سی پی اس رو خدایی ببین. چطوری امکان داره؟
رید. نمایشی پلیر هم داریم. نمایشی پلیر اینجا رو ببین. سی پی اس عشق میکنیم. نه سی پی اس عشق میکنیم. بیا نترس، کارت ندارم، یه بوس ساده است. نمایشی پلیر رید. ایوان TNT چیشی ندارم. TNT چی گرفتم؟ چی گرفتم؟ خدایی نگاه کن، سیسو نگاه کن تو. اسکول نوب سگ روانی. آخه شاسکول تو که نمیتونی برسی با اون حد فایبر، باید دقیقهشو بریج بکشی. اسکول دوباره بود. بلاکات کم میاد آخه بدبخت بیچاره. شد من فایربال زدنم خوبه، این داشتم پی وی پیش خوبه، یعنی اون برده. چی؟ چطوری امکان داره بمیری؟ یعنی چی اصلا؟ what the fuck؟ ملت رد داد. مین چطوری کمبو میکنه؟ باید نمیتونسته یه فایربال ساده رو بزنه. این بدیه، این هاتکی همینه. خودمه نوبسته یه خدا، نه بازی رو تمام میکنه نه میذارم ما تمام کنیم. ای بابا نمیتونم. باز بریم یه سومو، نه بازی رو تمام میکنم میذارم ما تمام کنیم. نمیشه دیگه. کمبو باشه، کمبو مصطفی بور ما ریدم. چون که من واقعا پی وی پی خوب نیست. داشتم معلومه پرو پلیر. اوکی دوکی. چالش روز 30 روز بهتر کردن پی وی پی خودم. به تعداد فالوورام مچ میره، تعداد لایک هایی که این ویدیو بگیره مچ میره. به مولا تعداد لایک هایی که این ویدیو بگیره مچ میرم. هیچ کدومم کات نمیزنم. پول نتشم
میدم. چرت و پرت داره. چی کار میکنی؟ کجا میری تو؟ با پینگ تو آخه با پرتش کردم وایستاد. خیلی ممنون که این ویدیو دیدی و لایک و ساب فراموشت نشه. امیدوارم که سالم باشی، خوشحال باشی و همیشه سالم خوشحال بمونی و تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدا حافظ همتون.